ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که سردار میلیسیای این ولایت جنرال لیتنان شریف نظرزاده در ادامه ملاقاتش با ساکنان محله‌های گوناگون شهر خاروغ روز 21 اپریل به محله ناصر خسرو تشریف آورده با ساکنان محله‌های ناصر خسرو، یوشش خاروغ و زواد نان شهر خاروغ ملاقات آزاد و آشکارا دایر کرده است. در عکس‌های نشر شده در صفحه میلیسیای بدخشان در فیسبوک دیده می شود که در این ملاقات شخصیت‌های شناخته از جمله طالب ایومبکوف، یکی از لیدرهای غیر رسمی ولایت، و فراموز ارگاشوف، رهبر کمیسیای 44، گروهی که اعتراضگران خاروغ برای مذاکرات با مقامات و نظارت جریان اجرای طلب‌هایشان انتخاب کردند، دیده می شوند. طالب ایومبکوف در عکسی که نشر شد میکروفون در دست دیده می شود. به گفته یکی از اشتراکچیان این ملاقات در شاش خاروغ، طالب ایومبکوف در سخنرانیش از تشبث جنرال نظرزاده برای بازدید از محله‌های شهر خاروغ پشتیبانی کرده اظهار باوری کرد که اگر چنین روند کار ادامه یابد همه نافهمی‌های جای داشته پاره از بین خواهند رفت. طالب ایومبکوف همچنین از تلویزیون بدخشان انتقاد کرده است که به ضد آنها پروپاگاندای منفی می‌بردند. در ملاقات با ساکنان شاش خاروغ شریف نظرزاده گفت اساس پیشروی جامعه و رشد اقتصاد را ترتیبات پوره حقوقی و قانونی تشکیل نموده. این عامل باعث جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تأسیس جایهای نو کاری در منطقه می‌گردد. بنابراین شریف نظرزاده ابراز داشت که در صورت پایمال گردیدن حقوق و منفعت‌های شهروندان از جانب شخصان علاهیده و گروه آدمان، صادرکنندگان کردارهای ضد حقوقی حتما بازداشت و نزد قانون جواب گفته هیچ یک عمل غیر قانونی به جزا نخواهد ماند. در قسمت دیگر واخوری یک قطار ساکنان محله‌های ناصر خسرو و زواد نان شهر خاروغ از برگزاری چنین ملاقات آزاد و آشکارا جهت حل مشکلات مردم جانبداری نموده، دایر به از بین بردن نافهمی‌های جای داشته، تشکیل فضای همدیگر فهمی بین جامعه و میلیسیا، سهم گذاشتن در پایداری ثبات کامل در منطقه و مساعدت نمودن میلیسیا در ساختمان میدانچه ورزشی پیشنهاد و درخواست‌ها بیان نمودند. جنرال شریف نظرزاده که در پایان ماه فوریه سردار ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شد، به گفته ناظران امور شیوه برخورد نرم در مورد راه‌های حل مسائل بدخشان پیش گرفته است. او قبلا با ساکنان محله‌های تیم، فرودگاه، سلخوز تکنیکا و سیف الله عبداللهیف ملاقات ها انجام داده بود.